امروز اومدیم شما رو با یه پدیده رشتی آشنا کنیم. عزیزم خودتو معرفی کن. من رایان زاره هستم، 7 سال و نیم. رایان جان بدون اینکه به پیانو نگاه کنه میتونه تشخیص بده که من چه نوتی رو میزنم. بریم ببینیم چطوریه. از یک نوت تک نوت شروع میکنیم. رایان جان این چه نوتیه؟ ر، این چه نوتیه؟ لا، این چه نوتیه؟ سول، این چه نوتیه؟ فا، این چه نوتیه؟ ر، این سول، این لا، خب الان دو نوته. ر، فا، این چه نوتیه؟ سی، ر، سول، سی، آفرین. این چه نوتیه؟ فا، لا، فالا. این چه نوتیه؟ دو، فا، آفرین. این چه نوتیه؟ دو، سول، آفرین. این چه نوتیه؟ دو، لا. احسن. حالا تشخیص آکورد. به من بگو این چه آکوردیه؟ می مینور، آفرین. این چه آکوردیه؟ سول ماژور، احسنت. این چه آکوردیه؟ دو ماژور، این چه آکوردیه؟ دو مینور، احسن. این چه آکوردیه؟ ر ماژور، آفرین. این چه آکوردیه؟ یه بار دیگه. سی مینور. آفرین. مگه داریم؟ مگه میشه؟